بچه‌ها خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امیر رپمکس هستم و امروز اومدیم چند تا از زمین‌های به حال FC25 رو بهتون نشون بدیم. بچه‌ها زمین اول میایید توی بخش راش توی FC25 که بچه‌ها یه 5x5 عالی، یه 5x5 که همینطور که مشاهده میکنید. و بچه ها اگه مثلا پنالتی به نفع یه تیمی بشه، اون تیم که پنالتی داره باید تک به تک از اینجا شروع کنه، تو 10 ثانیه فرصت داره که اینو گل کنه. و بچه ها اگه که یه بازیکن 2 بار کارت زرد بگیره و از بازی بره بیرون، کارت آبی بهش میده به جای قرمز و 1 دقیقه از بازی میره بیرون و اون 1 دقیقه میاد داخل. بعد از اون 1 دقیقه خب زمین دوم میایید تو بخش هاوس رول. این زمین بچه ها بدون خطاست، هر چقدر تکل، بدون تکل، آفساید، هیچی نداره، یعنی داور اصلا سود نمیزنه. خب بچه ها تو این زمین با هر گلی که بزنید، همون بازیکنتون که باش گل زدید میره بیرون. و این زمین بچه ها مثل بسکتبال هستش، گل های از پشت محوطه رو 2 تا و گل های داخل محوطه 1 حساب میشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. مرسی که تا اینجای ویدیو من همراهی کردین و اگه از این سبک ویدیوها خوشتون اومد، لایک، ساب، کامنت یادتون نره. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.